سلام بینندگان گرامی، امروز سه‌شنبه 3 نوامبر ساعت به وقت شهر پراگ 10. حالا فرصت نشر سرخط خبرها فرا رسید. من میرزا نبی خالقزاده هستم و در چند دقیقه دیگر آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را که تا این لحظه دسترسی ما شد منظور شما میسازم. در ایالات متحده آمریکا امروز انتخابات پرزیدنتی جریان دارد. در آن پرزیدنت کنونی دونالد ترامپ و معاون پیشین پرزیدنت آن کشور جو بایدن دموکرات برای کرسی پرزیدنتی رقابت دارند. در انتخابات غیر معمولی پرزیدنتی امساله که در فضای پاندمی کرونا ویروس برگزار می شود، الکی 97 میلیون نفر از راه پشت و یا حضوری در نقطه‌های رایدهی آواز دادند. بینندگان عزیز، در برنامه اخبار آزادی ما در این باره گزارش مفصل خواهیم داشت. ما را همراهی کنید و آخرین تحولات انتخابات رئیس جمهوری در آمریکا آگاه می‌شوید. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید پروازهای چارتری بدون تغییرات ادامه پیدا می‌کند تا زمانی که طلبات به آن وجود دارد. امام الدین ستاری سفیر تاجیکستان در روسیه روز 2 نوامبر به رادیو آزادی گفت پروازهای چارتری 5 مرتبه در یک روز در ماه نوامبر ادامه پیدا خواهد کرد. 2 پرواز از مسکو و 3 پرواز از شهرهای دیگری روسیه صورت می‌گیرد و تنها در حالت کاهش یافتن طلبات برای برگشت به وطن شماره پروازهای چارتری کم کرده می‌شوند. امام الدین ستاری همچنین افزود با مسئولان وزارت نقلیات و وزارت خارجه روسیه ملاقات کرده است و گفته شده است که شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان سامان ایر در حمل و نقل شهروندان به ممانعت شرکت یعنی حضور داشته می‌تواند. این در حالی است که شب 31 اکتبر به 1 نوامبر حدود 200 شهروندان تاجیکستان در فرودگاه دامه دیده و بنابر انجام نشدن پرواز از سوی شرکت سامان ایر درمانده بودند. به قول سفیر، حریم هوایی روسیه برای 90% کشورها برای پروازهای معمولی بسته است و هنوز معلوم نیست که پروازهای منتظم صورت می‌گیرند. بینندگان گرامی، در برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در این مورد صحبت مفصلی خواهیم داشت. ما را ببینید. ضمناً یک نکته را میخوام برای شما بگویم. در برنامه‌های گذشته شما پیاپی بینندگان گرامی گویا از پس بودن آواز برنامه‌های ما شکایت میکنید، اما یک سنجش متخصصان فنی ثابت کرد که صدای برنامه‌های ما مطابق به معیارها یعنی که موافق است و مشکل ندارد. به احتمال زیاد مشکل در دستگاه‌هایی است که از آن شما ما را تماشا میکنید. لطفاً مروت تلفن یا کامپیوتر و یا دیگر دستگاه خود را ببینید و یک بار دیگر از نظر بگذرانید و ما را ببینید. بر اثر زهرالودشوی از کنسرو بادرینگ و پمیدور در ناحیه دنقره ولایت ختلان 11 نفر زهرآلود شده. روز 1 نوامبر یکی از آنها فوتیده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده گفتند حالا 8 نفر بستری‌اند. بعضی 3 نفر آنها که از 15 تا 47 ساله هستند وزنین گفته می شود. تفصیلات بیشتر را همچنین در برنامه اخبار در رابطه با این زهرالودشوی خواهد دید. بانک اوراسیایی رشد به تاجیکستان 50 میلیون دلار قرض داد. این مبلغ برای دستگیری بودجه جمهوری برای برطرف کردن عاقبت‌های منفی پاندمی روانه می‌گردد. در این باره دفتر مطبوعات بانک روز 2 نوامبر خبر داد. در شهر این خبر گفته می شود قرض به مدتی تا 20 سال با بهره سالانه 1% داده شده است. در سال اول بهره قرض باز هم پایین‌تر بوده، 0.25 سالانه را تشکیل می‌دهد. قرض 50 میلیونی این بانک به تاجیکستان در حالی داده می شود که بانک اوراسیایی رشد کند شدن رشد اقتصادی تاجیکستان را بر اثر کرونا ویروس پیشگویی می‌کند. تاجیکستان در قطار ارمنستان و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و روسیه عضو بانک اوراسیایی رشد میباشد. و یک خبر از افغانستان. حکومت افغانستان امروز به خاطر گرامی داشته خاطر یاد قربانیان حمله مرگبار در کابل در سراسر کشور ماتم ملی اعلان کرد. در نتیجه حمله به دانشگاه کابل روز 2 نوامبر 22 نفر کشته شدند. رئیس جمهور اشرف غنی با اعلان کردن روز ماتم ملی دستور داده است پرچم افغانستان در سراسر کشور نیمه افراشته بماند. بر اساس امر او باید در ولایت‌های افغانستان برای یادبود قربانیان حمله مراسم عزاداری برگزار می شود. گروه به نام دولت اسلامی مسئولیت حمله را بر عهده گرفتند. طریق آریان سخنگوی وزیر امور داخلی گفت که 3 فرد مسلح به داخل دانشگاه رفته و به تیراندازی آغاز کردند. در نتیجه مقاومت نیروهای امنیتی به آنها هر 3 کشته شدند. وزارت تندرستی افغانستان گفت که 22 نفر دیگر مجروح شدند و اکثر آسیب دیدگان قربانیان دانشجویان هستند. شمار نظامی‌های کشته شده ارتش دولتی خودخوانده قره‌باغ کوهی از آغاز نزاع 27 سپتامبر تا این زمان به 1200 نفر نزدیک شده است. در این باره مقامات دولتی خودخوانده خبر دادند.
بجز این در قره‌باغ کوهی گفتند که روز 2 نوامبر در منطقه زدوخورد ارتش ارمنستان با آذربایجان 20 زرخرید ترک کشته شده است. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان به تحقیق بین الخلقی نسبت باکو دعوت کرد. پیشتر از این انقره و باکو خبرها درباره شرکت زرخریدان ترک در نزاع قره‌باغ کوهی از جانب آذربایجان را رد کرده بودند. وزارت مدافع آذربایجان در نوبت خود روز 2 نوامبر ارتش ارمنستان را در تیرباران کردن حدود آذربایجان ایبدار کرد. پرزیدنت آذربایجان الهام علیف گفت باکو آماده قطع نزاع است اگر یریوان مسئولیت بیرون بردن ارتشش را از قره‌باغ کوهی به دوش گیرد. از آغاز نزاع در آخر ماه سپتامبر سال جاری در قره‌باغ کوهی باکو و یریوان بارها درباره آتشبس بشردوستانه سازش کردند، اما آتشبس رعایت نمی شود. در ویران کردن آتشبس جانب‌ها همدیگر را ایبدار می‌کنند. ازبکستان به عهده گرفت که مرحله سوم آزمایش واکسن چینی ضد کرونا ویروس را در جسم 5000 شهروندش می‌گذراند. فیروزه خوجایی و یک مسئول وزارت رشد اینواسیونی ازبکستان گفت میان دانشکده میکروبیولوژی اکادمی علم‌های چین و وزارت رشد اینواسیونی ازبکستان درباره انجام مرحله سوم آزمایش سازش حاصل شده است. انتظار می‌رود روز 6 نوامبر گروه عالمان چینی که در تهیه واکسن اشتراک دارند وارد ازبکستان خواهند شد. واکسن را در جسم اختیاریانی از 18 سال بالا می‌آزمایند و به اختیاریان مبلغ نیز پرداخت می‌کنند. مقامات ازبکستان پیشتر از این خبر داده بودند که در صورت موفقانه انجام شدن آزمایش ازبکستان یکی از نخستین کشورهای خواهد بود که آن را با قیمت نسبتاً ارزان‌تر از چین خریداری می‌کند. و بینندگان گرامی، ما هر لحظه و هر ساعت حادثه‌های تاجیکستان را و جهان را پیگیری می‌کنیم. در برنامه اخبار شما را با آخرین تحولات تاجیکستان و جهان آشنا می‌سازیم. برنامه اخبار آزادی ساعت 5 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو و سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مستقیم نشر می‌شود و ثبتش را می‌توانید به آنجا ببینید. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهبان شما.